اعتقاد دارن مردم به امام حسین روضه‌اش رو شنیدن گریه کردن، حالا ارتباط عاطفی دارن، سالیانه میرن براش گریه میکنن. آدم عادی معمولی نگاه بکنه، آدم برای هیچ قصه‌ای بیشتر از 5 سال گریه نمیکنه، حتی اگر عزیزترین کسانش جلو چشمش تیکه تیکه شده باشه. شما با امام حسین نشست و برخاستی نداشتین، دریافت مستقیمی نداشتین. چرا هر سال اشکت تموم نمیشه؟ یه دونه پدیده مشابه دیگه تو عالم نشون بده. چرا همه دنبال چیز جدید هستن در همه جا، در اکثر موارد، اما روضه ابا عبدالله الحسین تکراری؟ این محبت شما معجزه نیست؟ محبت شما معجزه نیست؟ الان پیش پیغمبر اکرم باشی، بگی هر پیغمبر یه معجزه میاره، یه معجزه بیار یا رسول الله. الان پیش پیغمبر اکرم باشی، پیغمبر اکرم بزرگتر از معجزه محبت حسین نمیتونه برات بیاره. امام صادق فرمود شنیدی کوه جا به جا شده باور کن، شنیدی دل جا به جا شده باور نکن. شما که گریه کنه ابا عبدالله الحسینی چشیدید این معنا رو، شما که میدونید که این تیرها که به قلب حسین زدن حسین رو محبوب نکرده ها. تیر خورده زیاد داریم، تشنه لب زیاد داریم، در طول تاریخ سرجدا زیاد داریم. کسی که کودکی رو سینه‌اش سر ببرن زیاد داریم. بفهم خودتو. سجده شکر بعد از زیارت عاشورا داری، بعد روزه هم داشته باش، تا خونه میری سجده شکرت همینجوری وجودت باشه. در گوشت بگم عزیز من، تو چون حسین رو نمیدونم چرا دوست داری، تحمل نداری یه سنگ به پیشانیش بزنه. میفهمین یعنی چی؟ حسین جان من کی با تو رفیق شدم، تو کی دل منو بردی؟ یا ابا عبدالله لحظه روضه تو زندگی عادی نیست. ما کجا میریم؟ چرا اینجوری میشه؟ چرا هر کی برای هر مصیبتی گریه میکنه همه میان تسلاش میدن، ولی هر کی برای تو حسین گریه میکنه میگن خوش به حالت، بهشت منه حسین. همین الان که دارید گریه میکنید دارید بهشت رو تجربه میکنید. نگید ما معجزه ندیدیم، ما زمان پیغمبر نبودیم و الا ایمانمون محکم میشد. اصلا این عادی نیست، برای هیچ کس نمیتونه اینجوری گریه کنیم. مادرها هم برای بچه ها خودشون رو همون سال اول فقط میزنن. یه عمر داری خودتو میزنی برای حسین. یا ابا عبدالله مجلس روضه تو کجاست؟ ما رو میبری توی جهان دیگری. روایت برات بخونم، فکر نکنی من دارم مبالغه میکنم، میخوام از این لحظه های نورانی راحت عبور نکنی. روایت هست صحرای محشر همه ازش فرار میکنن، حتی اونایی که عذاب نمیکشن تو صحرای محشر میخوان زود برن بهشت. فقط گریه کنای حسین اونجا یه گوشه صحرای محشر حسین رو پیدا میکنن، دورش جمع میشن. روایت نوشته ملائک میان یکی یکی اینا رو بکشونن ببرن بهشت، میگن ما نمیایم، بهشت ما حسینه، بهشت ما حسینه. اون جنس لذت الان داری میبری. این معجزه حسین. اینجا مرکز مقاومت است.